این گوشی که اینجا می‌بینید نوت 14 5G که تو ایران نیست، اما ما به جاش پوکو M7 پرو 5G رو داریم که سه تا تفاوت داره. نسخه 256 گیگ رم 12 رنگ نقره‌ای. بریم آنباکسش کنیم. این گوشی رو آریا دیجیتال برای من فرستاده که بزرگترین و بروزترین فروشگاه دیجیتال جنوب ایرانه. حتما پیجشون رو که توی کپشن هست دنبال کنید. و اما بریم سراغ خود گوشی. دایمنسیتی 7025 اولترا، 5110 میلی آمپر ساعت باتری با شارژر 45 واتی که کمی پیش دیدید، نمایشگر 120 هرتز فول اچ دی پلاس با قابلیت محافظت از چشم از نوع امولد، سنسور اصلی 5 مگاپیکسلی سونی با لرزشگیر اپتیکال و البته آی پی 64 برای محافظت در برابر گرد و غبار و آب. بچه‌ها شما رنگ و نقش رو ببینید چقدر خوشگل این گوشی. لوگوی پوکو، دو تا لنز و فلش، زیر دستگاه درگاه تایپ C، درگاه سیم کارت ها، میکروفون مکالمه و اسپیکر. بالای دستگاه هم جک 3.5 میلیمتری رو داریم که خبر خوبیه. خروجی اسپیکر دوم، اینفرارد و میکروفون دوم. سمت راست گوشی هم کلید پاور رو کم و زیاد کردن صداست و سمت چپش هم هیچی نیست. دستگاه راه اندازی شد، همونطور که می‌بینید حاشیه‌های نمایشگر کمه، بالا و پایین هم اندازه است. پلاستیک دیگه. باید منتظر بررسی این گوشی باشیم. بهتون تمام نکاتش رو توی ویدیوی بررسی پوکو M7 پرو خواهم گفت. نظرتون رو حتما برای من توی کامنت ها بنویسید.